سرپناه‌های اضطراری و موقت اعمار میکنن. تمام این شیوه های متفاوت مخالفین خود داره، طرفدارای خود هم داره که خیلی طبیعی و قابل درک است. هر کس با امکانات دست داشته و طرز تفکر خودش کمک میکنه. مهم چیست؟ مهم اما نفس کمک است که باید صورت بگیره. 68,900 دلار کمک شما روی این 4 چیز هزینه و مصرف شد. شماره اول مواد ساختمانی. هزینه مواد ساختمانی از قبیل خاک، آهک، بوجی های مخصوص که ما در هرات پیدا کردن نتانستیم و برعکس با قیمت خیلی مناسب از ایران خریداری کردیم. سیمان یا ما شما برش سمنت میگم نه، سیم خاردار، هزینه های انتقال مواد و یک عالم چیزهای دیگه